سلام و عرض ادب حضور شما عزیزان بیننده و شنونده بخش خبرهای فارسی روشهلا تیوی. از شما دعوت می‌کنیم با خبرهای امروز شنبه 10 فروردین 98 خورشیدی با ما همراه باشید. اعضای انجمن ژیانوی مهاباد تهدید به بازداشت شدند. در پی جاری شدن سیل در ایران و برخی از نقاط کردستان، نهادهای مردمی و شهروندان کرد به صورت خودجوش اقدام به جمع‌آوری اجناس و اقلام مورد نیاز و همچنین کمک‌های مردمی برای مناطق سیل زده کردند. کارگزاران و دستگاه قضایی رژیم افراد و فعالین مدنی را تهدید به بازداشت و مسدود کردن حساب‌های بانکی آنان کردند. در همین ارتباط انجمن ژیانوی مهاباد در یک اقدام انسانی با شعار تنهایمان نگذاشتند، تنهایشان نخواهیم گذاشت، با راه اندازی کمپین جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای یاری رساندن به مناطق سیل زده در چندین نقطه از ایران و کردستان تشکیل دادند. سازمان هلال احمر و کارگزاران رژیم همچون روال همیشگی با تهدید انجمن ژیانوی مهاباد خواستار تحویل کمک‌های مردمی به این نهاد حکومتی هستند. نهادها و سازمان‌های حکومتی رژیم اسلامی کمک‌های مردمی را به نفع خود ضبط کرده و تنها بخش کوچکی از آن را با لوگو و نام خود به نفع دولت توزیع می‌کنند. احضار یک شهروند کرد مریوانی به اداره اطلاعات این شهر. طی روزهای اخیر یک شهروند 25 ساله کرد مریوانی با هویت کامران قادری اهل سردوش به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی، تهدید و ارعاب قرار گرفت. لازم به ذکر است که بر پایه همین گزارش این شهروند کرد مریوانی به اتهام مشارکت در مراسمات نوروزی به این نهاد امنیتی احضار شده و پس از چندین ساعت آزاد شده است. ارسال امواج پارازیت در بوکان توسط نهادهای حکومتی. بنا به گزارشی که مرکز خبری آسو نیوز رسیده، نهادهای حکومتی از جمله سپاه با نصب دستگاه‌های ارسال پارازیت در بوکان و روستاهای در تابعیت آن عملاً پخش شبکه‌های ماهواره‌ای و بالاخص کانال‌های کردزبان در این شهر مختل نمودند. لازم به توضیح است که در طی سال‌های گذشته ارگان‌های امنیتی و نظامی رژیم همچون روال همیشگی و به منظور ارسال امواج پارازیت بر روی کانال‌های ماهواره‌ای اقدام به نصب دستگاه ارسال امواج پارازیت کردند و این امر بر روی جنین و مادر آثار مخربی بر جای می‌گذارد و همچنین موجب ایجاد سرطان می‌شود. کارزار سازمان عفو بین‌الملل برای آزادی کودک مجرم در ایران. بنا به خبرهای منتشر شده، اخیراً سازمان عفو بین‌الملل با راه‌اندازی کارزار اینترنتی خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا حدادی کودک مجرم محکوم به اعدام شد. این کارزار تا 29 ژوئن سال جاری ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان جرم کمتر از سن قانونی شده‌اند را مطلقاً ممنوع کرده است، اما متاسفانه در ایران هر ساله تعدادی از کودکان مجرم در زندان‌های رژیم اسلامی به دار آویخته می‌شوند. شایان ذکر است که بر اساس آمارهای ثبت شده در سال گذشته میلادی 5 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. هشدار آمریکا به مالزی و سنگاپور درباره تجارت نفتی با ایران. سیگنال مندلر معاون امور تروریست و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا عنوان کرد: آمریکا در صدد است که سطح هوشیاری سنگاپور و مالزی و دیگر کشورها را نسبت به تجارت نفتی با ایران، همچنین پیامدها و تبعات سرپیچی از تحریم‌های آمریکا را افزایش دهد. این مقام آمریکایی در جریان سفر خود به آسیا روز جمعه مورخه 9 فروردین ماه سال جاری در یک نشست خبری در سنگاپور از تشدید فشارها از سوی آمریکا بر علیه ایران خبر داد. لازم به توضیح است که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه برابر با 6 فروردین ماه امسال 25 فرد حقیقی و شرکت را به فهرست تحریم‌های ایران افزود.
عزیزان و همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم.